این بهترین دستور کوبیده مرغی بود که تا حالا درست کردم. اصلا وان نرفت، آبدار و لذیذم هست. یه ترفند کاربردی هم واسهتون دارم. مخلوط رون و سینه مرغ، فلفل قرمز، سیر، جعفری، پیازچه، پیاز، نمک، ادویه‌جات دیگچه اسپایسز شامل زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا و کمی پودر کاری، زعفرون غلیظ دم شده میکس کنید. آرد سوخاری اضافه کنید. دوباره خوب میکس کنید. مواد رو به سیخ چوبی بکشید و تو روغن سرخ کنید. حرارت حتما کم باشه تا حسابی مغز پخت بشه. کنارش هم گوجه بذارید تا سرخ شه. اگر دوست داشتین که به سیخ نکشین داخل کیسه بذارید و مرزبندی کنید. روی هم تا کنید و داخل فریزر بذارید و موقع نیاز بیرون بیارید و سرخ کنید. یه لقمه از این کوبیده مرغ با گوجه و دورچین جذاب کنارش ترکیبی بهشتی رو میسازه.